تا اونجایی تعریف کردم که من توی آشپزخونه بودم و تک به تک ظرفای توی حال که توی بوفه بودن از توی بوفه در می اومدن، وسط حال می افتاد و می شکست. من 64 تیکه ظرف داشتم توی بوفه، دقیقاً یادم میاد از اون همه ظرف فقط 3 تا دونه ظرف باقی موند. تمام حال شده بود پر از تیکه های چینی شکسته و من فقط داد می زدم. تنها فکری که به ذهنم رسید این بود که به شوهرم زنگ بزنم و بگم برو مدرسه بچه ها رو جمع کن و یه 2-3 روز ببر خونه مامانم و خودتم سریع برگرد بیا که یه فکری بکنیم. خلاصه شوهرم برگشت رو به فامیلش زنگ زدیم و با 1000 خواهش و تمنا کشوندیمش اینجا. گفتیم هر وسیله‌ای که مربوط میشه با خودت بیار. 3 نفری نشستیم، یه کاغذ و وسیله‌هاش، حالا من دقیق یادم نمیاد، چیزی هم سر در نمیاد، گذاشتیم وسط، یه قرآنی هم گذاشتیم. انگار یکی نشسته بود اون وسط، ما تا در قرآن رو باز میکردیم در قرآن رو میبست، تا میرفتیم سمت اون کاغذا انگار فوت میکرد و کاغذا رو باد میبرد. که شوهرم یه دفعه گفت که قشنگ اینو یادم میاد، لعنت بر دل سیاه شیطان. همین که اینو گفت یه ضربه خیلی محکمه به پهلوی شوهرم خورد، طوری بود که بعدش مجبور شدیم ببریمش دکتر. خلاصه فایده ای نداشت که نداشت، منم فقط گریه میکردم، خواهش که هر کی هستی برو و از این حرفا. حالا اون فامیل شوهرم بیشتر از ما میفهمید دیگه اینو، میگفت که من از توی حرفای این روح اینو به من میگه که من دارم توی آتیش میسوزم و اینجا رو ترک نمیکنم. فامیل شوهرم رفت، هرچی هم خواهش کردیم گفت که این کار از دست من بر نمیاد، مگه برادر من، ولی نگین که من اینو گفتم، بهش زنگ بزنین هر جوری که شده بکشانش اینجا، چون این قضیه داره بیخ پیدا میکنه. شوهرم به برادرش زنگ زد و فردای همون روز برادرش رو کشاندیم اونجا. خب تا اینجای داستانش رو داشته باشین، چون یه کوچولو یه قسمت دیگهش البته مونده. فعلا.